حسی. هر کدوم از اندامهای حسی بچه‌ها توسط یک سری محرک‌های خاصی فعال و تحریک میشن. این محرک‌های داخل محیط میتونه نور باشه، صوت باشه، مواد شیمیایی باشه، گرما باشه و فشار. اما بدونید بچه‌ها که هر کدوم از این محرک‌ها توسط یک اندام خاصی تو بدن حس میشن. مثلا این فعالیت رو ببینید، گفته چشم یکی از دوستانتون رو با پارچه سیاهی ببندید با احتیاط، بعد چراغ قوه‌ای رو روشن بکنید، نور چراغ قوه رو در فاصله 10 تا 15 متری نزدیک پوست دستش و یا یه جایی از بدنش بتابونید. میگه آیا دانش آموز نور رو احساس میکنه؟ نه، چشماش بسته است، پس نمیتونه نور رو احساس کنه. گفته چراغ قوه رو به پوستش نزدیکتر کنید، مثلا به پوست دستش. آیا بازم نور رو احساس میکنه؟ نه، پوست که نور رو احساس نمیکنه بچه، چشمه که نور رو احساس میکنه و اینجا چشم بسته است. گفته دانش آموز در فاصله نزدیک میفهمه. دوستتون وقتی چراغ قوه رو میارید نزدیک پوست دستش، میفهمه که چراغ قوه به پوست دستش نزدیک شده. چرا میفهمه بچه‌ها؟ چون گرمای چراغ قوه رو میتونه با پوست دستش حس بکنه. پوست میتونه گرما رو حس کنه. از این فعالیت گفته چه نتیجه میگیرید؟ از این فعالیت میتونیم نتیجه بگیریم بچه‌ها هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمیشه. نور چراغ قوه رو آورد نزدیک پوست کرد، پوست تونست نور رو احساس بکنه بچه‌ها؟ تونست تشخیص بده بار اول که این چراغ قوه است؟ نه، چون نور توسط پوست احساس نمیشه، اما گرما احساس شد. بنابراین بچه‌ها هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمیشه و فقط در محل‌های خاص حس میشن که ما اون محل‌های خاص رو میگیم اندام‌های حسی. مثلا محرک نور با چشم حس میشه، صداها با گوش، گرما و سرما با پوست احساس میشن. به چنین اندام‌هایی که هر کدوم محرک خاصی میاد تحریکشون میکنه و اثر اون محرک خاص رو دریافت میکنن و به پیام عصبی تبدیل میکنن و تحویل مغز میدن، بچه‌ها میگیم اندام‌های حسی. که مهمترین اندام‌های حسی داخل بدن ما این 5 تا هستن: چشم، گوش، بینی، زبان و پوست، که هر کدوم یه حسی رو در واقع برای ما مشخص میکنن. چشم حس بینایی، گوش حس شنوایی، بینی حس بویایی، زبان حس چشایی و پوست حس لامسه. و هر کدوم از این اندام هم با محرک های خاصی تحریک میشن و اثر اون محرک رو تبدیل به پیام عصبی میکنن. نور توسط چشم، صداها توسط گوش، بینی توسط مواد بودار تحریک میشه، زبان توسط مولکول‌های مواد غذایی زمانی که تو بزاق دهان حل میشن، و پوست هم توسط محرک‌های مختلفی مثل گرما و سرما و فشار و زبری و نرمی تحریک میشه، چون گیرنده‌های اینها داخل پوست هست. گیرنده‌های در واقع حس چشایی داخل زبان هست، گیرنده‌های حس بویایی داخل بینی هست، گیرنده‌های حس شنوایی داخل گوش هست بچه‌ها، و گیرنده‌های نور داخل چشم هستند. به خاطر همینه که اینا توسط چنین محرک‌هایی تحریک میشن و هر محرکی هم در هر جای از بدن احساس نمیشه و فقط در این محل‌های خاصی که الان دیدید احساس میشه بچه‌ها. اما بریم سراغ اندام حسی اولی، چشم. ما چجوری میبینیم بچه‌ها؟ نکته اولی که باید خدمت شما عرض بکنیم بچه‌ها، هر وقت میخوایم چیزی رو ببینیم باید نور اون جسم به چشم ما برسه. حالا اجسام دو جورن، یا خودشون نور میدن مثل خورشید، مثل لامپ روشن، مثل تلویزیون روشن، مثل شمع روشن. اگه خودش نور بده، نور از اون به چشم ما میرسه، ما میبینیمش، تموم شد رفت. اما خیلی از اجسام بچه‌ها نور نمیدن. کتاب، میز، مداد شما و خیلی مثالای دیگه که میتونیم بزنیم. اینا رو چجوری میبینیم؟ اینا نور اجسامی که نور میدن، مثلا نور لامپ باید به اینا بخوره، بعد اینا نور رو بازتاب میدن به چشم ما میرسه. ما بازتاب نور اینا که به چشم ما میرسه باعث دیدن این اجسام میشه. بنابراین نور اجسامی مانند تلویزیون، لامپ روشن رو مستقیما به چشم ما میرسه و ما میبینیم. اما یک کتاب بازتاب نورش به چشم ما میرسه و ما میبینیم. خب علت این که ما در تاریکی چیزی نمیبینیم چیه بچه؟ چون نوری از اجسام به چشم ما نمیرسه. علت این که ما در تاریکی چیزی نمیبینیم به خاطر اینکه نوری از اجسام به چشم ما نمیرسه بچه ها. اما چجوری ما میبینیم؟ خب نور اون جسم میرسه به چشم ما، حالا لامپ باشه، کتاب باشه یا هر چیز. فرض کنید دارید کتاب میخونید، نور لامپ میخوره به کتاب و بازتاب پیدا میکنه به سمت چشم ما. گفتیم کتاب جسمیه که از خودش نور نداره و باید نور اجسامی که نور میدن رو بازتاب بده. خب نور جسم
وقتی رسید به چشم ما بچه اثر میکنه به یه سری سلول ها و یا یاخته های گیرنده نوری که تو چشم ما هستن، اونا رو تحریک میکنه. نوره میره وارد چشم ما میشه و اثر میکنه بر روی گیرنده های نوری در چشم که یه سری یاخته ها هستن که الان باشون آشنا میشیم. وقتی نور میرسه به این یاخته های گیرنده نوری، کار گیرنده های حسی اینه بچه ها، به محض اینکه اون محرک بهشون رسید پیام عصبی تولید میکنن. هر جا اسم گیرنده های حسی رو شنیدید کارشون اینه بچه ها، تولید پیام عصبی. محرک روشون اثر میذاره، حالا بخواد نور باشه، صوت باشه، هر چیزی تو هر اندام خاصی بچه ها. کلا کار گیرنده اینه. مثلا کار گیرنده این نور چیه؟ که اون نور رو تبدیل بکنه به پیام عصبی. وقتی نور رو تبدیل کرد به پیام عصبی، تحویل عصب بینایی میده. عصب بینایی هم که از یک سری نورون ها در واقع تشکیل شده که ردیفی پشت سر هم قرار گرفتند که ما تو فصل 4 با این نورون ها آشنا شدیم، این پیام رو میرسونه به مغز. اما کجای مغز؟ مرکز بینایی. کجای مخ هست بچه ها؟ قسمت پس سری مخ. ما مخ رو چند تا لوب می کردیم، قسمت پس سری و قسمت گیجگاهی و آهیانه و پیشانی داشت. این قسمت پس سری مخ بچه ها مرکز حس بیناییه. این پیام میرسه اونجا و درک و تفسیر میشه و مشخص میشه که ما چی رو داریم میبینیم و با این سرعت چنین کاری انجام میشه بچه ها. خب ما گفتیم اجسام رو جوری میبینیم به هر حال، آره اونایی که نور دارن نورشون مستقیما به چشم ما میرسه و اونایی هم که نور ندارن بازتاب نورشون در واقع به چشم ما میرسه و ما میبینیم. حالا چرا اجسام رو بعضیا به رنگ‌های مختلف میبینیم بچه ها؟ چون زمانی که نور بهشون میرسه، نگاه بکنید، زمانی که نور خورشید میخوره مثلا به کتاب یا نور ایلام میخوره به کتاب، مثلا ما این قسمت رو مثلا سفید میبینیم یا این قسمت رو سیاه میبینیم، این قسمت رو سبز میبینیم. چرا سبز میبینیم؟ چون تمام نورها جذب شدن، نور سبز رو فقط داره بازتاب میده. اینجوریه بچه. اگر تمام نورها جذب بشن ما سیاه میبینیم، اگر تمام نورها برگشت بخورن همزمان با هم ما سفید میبینیم، اگر نور مثلا سبز برگشت بخوره ما سبز میبینیم. دلیل اینه بچه ها، هر جسمی بعضی از نورها رو جذب میکنه، بعضی ها رو بازتاب میده. جسم به رنگی توسط ما دیده میشه که نور اون بازتاب شده و رسیده به چشم ما. مثلا ما برگ درختان رو به رنگ سبز میبینیم. چرا؟ چون نور سبز جذب برگ نمیشه و بازتاب میشه. به این صورت بچه. اما بچه ما صحبت از این کردیم زمانی که نور وارد چشم ما میشه اثر میکنه بر یافته‌های گیرنده این نور. این یافته‌های گیرنده این نور تو چشم ما چجوری هستن؟ اصلا بیایم یه خورده با چشم آشنا بشیم بچه‌ها، با قسمت‌های مختلف چشم. ببینید بچه این قسمت‌های مختلف چشم ما هستن، ملاحظه میکنید بیرونی ترین لایه که لایه نازک، شفاف و زلالی هم هست، لایه قرنیه هست بچه‌ها. بعد از قرنیه یه مایع شفاف اینجا قرار داره که زلالیه هست بچه‌ها. بعد از قرنیه قرار داده و بعد از زلالیه میرسیم به قسمت رنگی چشم. عنبیه که رنگ چشم افراد رو مشخص میکنه، عسلی باشه، سبز باشه، سیاه باشه، آبی باشه. رنگ چشم افراد بالا همین عنبیه است بچه‌ها که وسط عنبیه دایره سیاه رنگ ما میگیم مردمک چشم. نور از اونجا رد میشه. بعد از عنبیه بچه‌ها عدسیه. عدسیه چشم کارش چیه؟ نورهایی رو که میان به سمتش میشکونه و تصویری رو در واقع تشکیل میده داخل چشم. مثلا یه درخت اینجا باشه، ما داریم میبینیم نورایی که از درخت رسیدن به سمت چشم رو میشکونه و تصویر اون درخت رو داخل چشم تشکیل میده. بعد از عدسی یه مایع ژله‌ای و شفافیه که تقریبا میگن 80 تا 90% بخش چشم رو همین تشکیل میده، مایع درون چشم که ما بهش میگیم زجاجیه بچه‌ها. اما بعد از زجاجیه بچه‌ها چشم ما داخلش از 3 تا لایه تشکیل شده. لایه داخلی شبکیه است، این قسمت زرد که نشون داده. داخلی ترین لایه چشم شبکیه هست، بعد از شبکیه مشیمیه هست و بعد از مشیمیه بچه‌ها لایه صلبیه هست که صلبیه با استحکام زیادی که داره از کره چشم ما محافظت میکنه. اما بچه‌ها ما با این شبکیه خیلی کار داریم. بچه تصویری که تشکیل میشه رو شبکیه تشکیل میشه و نوری که از اجسام به ما میرسه رو همین شبکیه تأثیر گذاره. داخل شبکیه چیه بچه ها؟ اون سلول ها و یا یاخته های اصلی که مسئول دیدن هستن داخل همین لایه شبکیه هستن که ما بهشون میگفتیم گیرنده های نوری چشم. همینا بودن که نور روشون اثر میکرد و تبدیل میکردن به پیام عصبی که بعد داره تحویل مغز داده بشه.
گیرنده های نوری چشم دو نوعن بچه ها، مخروطی و استوانه‌ای. چرا به اینا میگن مخروطی؟ چون به شکل مخروطن. چرا به اینا میگن استوانه‌ای؟ چون به شکل استوانه. پس علت نامگذاری شکلشون بوده. علت نامگذاری شکلشون بوده. حالا گیرنده های مخروطی بچه ها سه نوعن، تعدادشون مثلا اینقدر نیستا، ولی خب گیرنده های مخروطی تعدادشون بیشتره، ولی سه نوعن بچه ها که هر کدوم بعضی از نوعاشون به رنگ قرمز حساسن، بعضیاشون به رنگ آبی و بعضیاشون به رنگ سبز، که اینا سه رنگ اصلی هستن: قرمز، آبی، سبز. ممکن اینجا سوال بکنید آقا یاخته های مخروطی به سه رنگ قرمز و سبز و آبی حساسن، پس چرا ما بیش از سه نوع رنگ میبینیم؟ خب بچه همه رنگ های دنیا از ترکیب این سه رنگ ایجاد میشن دیگه. مثلا بنفش از ترکیب قرمز و آبیه. خب زمانی که نوری میرسه به چشم ما، کافیه گیرنده های مخروطی قرمز و آبی با هم فعال بشن، با بنفش میبینیمش. اگر اون چیزی که بنفشه درست شد، نورش رسیده به چشم ما، این دوتا رو با هم فعال میکنه. بنابراین با تحریک یک یا چند یاخته مخروطی ما رنگ‌های مختلفی رو میبینیم. پس یاخته مخروطی، گیرنده های نوری مخروطی مسئول دید رنگی ما هستن. این که ما اجسام رو به رنگ‌های مختلف داریم میبینیم درست و واضح، به خاطر همین گیرنده های مخروطیه. اگر عمل کرده اینا به هم بخوره، اگر گیرنده های مخروطی عمل کرده نادرستی داشته باشن، فرد مبتلا به یک بیماری میشه به نام کوررنگی. کوررنگی یعنی این رنگا رو درست تشخیص نمیده. به قرمز ممکنه بگه زرد، به زرد ممکنه بگه رنگا رو درست تشخیص نمیده بچه ها. اما گیرنده های استوانه‌ای مسئول چی بودن؟ گیرنده های استوانه‌ای مسئول دید سیاه‌سفیدن. تعدادشون جالبه، از گیرنده های مخروطی خیلی بیشتره. اینا مسئول دید سیاه‌سفیدن. کی فعال میشن بچه ها؟ بیشتر گیرنده های استوانه‌ای مسئول دید در شبن بچه ها، دید تو نور کم. درست شد؟ بنابراین اگر کسی گیرنده های استوانه‌ایش عمل کردش نادرست باشه و به هم بخوره، فرد دچار بیماری و یا مبتلای به شبکوری میشه بچه ها. عارضه شبکوری یعنی چی؟ یعنی تو تاریکی درست نمیتونه ببینه. به هر حال همه ما تو شب چشممون سالم باشه میتونیم ببینیم تا یه حدی دیگه، ولی اون افراد دیگه عاجزن، همین قدرش هم دیگه نمیتونن ببینن چون گیرنده‌های استوانیشون درست عمل نمیکنن بچه‌ها. بنابراین ملاحظه میکنید که هر کدوم از گیرنده‌های مخروطی که اینجا هستن مسئول وظیفه خاصی هستن. بعضیشون دید رنگی و بعضیشون هم دید سیاه‌سفید دارن. حالا نور که روی اینا اثر میگذاره، اینا اثر اون نور رو تبدیل میکنن به پیام عصبی و تحویل یافته‌های عصبی میدن که نورون‌ها باشن، و نورون‌ها از طریق همین عصب بینایی که اینجا میبینید این قسمت هست، عصب بینایی اینجا هست، بله، یافته‌های مخروطی استوانی داخل شبکیه بودن، تولید پیام عصبی میکنن. پیام عصبی از طریق عصب بینایی توسط نورون‌ها میره تا به مغز میرسه و تو مغز تحلیل میشه، درک و تفسیر میشه که ما چی دیدیم. خب اما برای اینکه بیشتر با عملکرد چشم آشنا بشید، این کلیپ رو ببینید بچه‌ها. اینا لایه‌های چشم، داخلی ترین لایه شبکیه، میانی مشیمیه و خارجی ترین لایه صلبیه. قسمت رنگی چشم که ما گفتیم اسمش عنبیه است. این مردمک هست که وسط عنبیه قرار داره. بله. نور از مردمک رد میشه و میره عدسی چشم.
عدسی رو ببینید چیکار میکنه، نور رو میشکونه، نور رو در واقع میشکونه به شکلی که دارید ملاحظه میکنید و تصویر رو روی شبکیه تشکیل میده. بچه تصویری که عدسیه تشکیل میده رو شبکیه کوچکتر از جسمه و وارونه، ولی خب با تحلیل‌های مغز دیگه درست میشه. مثلا اگر یه درخت بزرگی رو ما داریم اینجا میبینیم، تصویرش رو کوچیک‌تر میکنه، خیلی کوچیک رو پرده شبکیه میندازه و وارون هم میندازه. درست شد؟ درخت رو وارون تصویرش میندازه اینجا. به هر حال این به دلیل تشکیل تصویر عدسی چشم از نوع عدسی محدب، شما تو ابتدایی هم آشنا شدید که عدسی‌های محدب تصویر کوچکتر از جسم تشکیل میدن. خب بله، و مغز دیگه تحلیلاش دیگه درک و تفسیراش همه چی رو برای ما درست میکنه. سلولای گیرنده ها اینجا هستن بچه ها که گفتین گیرنده های مخروطی و استوانه‌ای باشن. این همون گیرنده های مخروطی و استوانه‌ای هست. ملاحظه میکنید که استوانه‌ای ها چقدر زیادن، مخروطی های خورده کمترن. این هم نورون ها هستن که پشت این گیرنده ها قرار دارن. کار نورون ها هدایت و انتقال پیام عصبی از اندام ها به مغز. ملاحظه میکنید که این گیرنده ها توسط همین نورها تحریک میشن و مرتب دارن پیام عصبی تولید میکنن و تحویل نورون ها میدن. این پیام توسط عصب بینایی میره تا میرسه به قسمت پسسری مغز. نگاه بکنید، مرکز حس بینایی اینجاست، قسمت پسسری مغز. این گیرنده‌های مخروطی به 3 رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی حساسن. استوانه بچه که تعدادشون خیلی بیشتره. اینم از نحوه دیدن. اما چجوری میشنویم بچه ها؟ چجوری صداهای مختلف رو میشنویم؟ وقتی تو خیابون راه میریم صداهای مختلفی رو میشنویم. صدای بوق ماشین، صدای فروشنده‌های دوره‌گر، پرندگان روی درخت. به بعضی از اونها پاسخ میدیم، مثلا از جلوی ماشین به کنار میریم و به سمت فروشنده برای خرید میریم. اما صداها رو چجوری میشنویم؟ بچه صداها به صورت امواجی تو اطراف ما پراکندن. صدایی که تولید میشه به صورت امواج میخوره به این مولکولای هوا و مولکولای هوا موجی توشون درست میشه. این موج میرسه به در واقع گوش ما و پرده گوش رو به لرزش در میاره. پشت پرده گوش یه سری استخوان‌های کوچیک هستن که ما بهشون استخوان‌های گوش، اونا هم به لرزش و حرکت در میان و فشار میدن اینجا به یه بخشی به نام بخش حلزونی که داخل بخش حلزونی بچه‌ها وقتی این استخوان‌های کوچیک فشار دارن یه مایعی هست که اون مایع تحریک میشه و حرکت میکنه. وقتی اون مایع حرکت کرد، گیرنده‌های شنوایی داخل همین بخش حلزونی هستن. کار گیرنده‌ها چی بود بچه‌ها؟ تولید پیام عصبی. گیرنده‌های شنوایی یافته‌های مژه‌داری هستن، یه سری چیزای مومانند دارن، مژه‌دار هستن که وقتی این مایع روشون حرکت می‌کنی مژه‌ها تحریک میشن و تولید پیام عصبی میکنن. این پیام عصبی باز هم توسط عصب بینایی میره به سمت مغز و اونجا تحلیل میشه. حالا مرکز حس شنوایی کجای مغزه؟ قسمت گیجگاهی بچه‌ها. قسمت گیجگاهی در واقع قشر مخ که شما باش آشنا شدید تو فصل 4 که کنار گوش بود. اما برای اینکه بفهمیم گوش چجوری کار میکنه دقیق تر، این فیلم رو ببینید. Ears are constantly active. خب بچه‌ها، گوش ما همواره در حال فعالیت هستن. اونها امواج صوتی رو جمع آوری میکنن
و به اطلاعاتی مثل موسیقی، صداها و گفتارهایی که برای مغز قابل تفسیر هستند در واقع تبدیل بکنن. ببینید امواج توسط مولکول‌های هوا میرسه داخل گوش ما میشه. صدای موج فشاریه که ذرات اون میتونن به آهستگی و هم به سرعت مرتعش بشن. بله، این امواجی که توسط مولکول‌های هوا انتقال پیدا میکنه میرسه به گوش ما. بله. صداهایی که وارد گوش شده از مجرای گوش عبور میکنن و میرسن به پرده گوش و پرده گوش رو بچه‌ها به لرزش در میارن. پرده گوش نگاه بکنید به لرزش در میاد. وقتی پرده گوش به لرزش در میاد، زنجیر 3 تا استخوان اینجا پشت سرشن که استخوانه چکشی، سندانی، رکابی بهش میگن، به خاطری که حالا یکی شبیه چکش، یکی شبیه سندونه، یکی هم شبیه رکابه، به این اسم در واقع میخوننشون. این استخونا به لرزش در میان. نگاه بکنید بچه‌ها. نگاه بکنید. این استخونا که به لرزش در آوردن، اون استخوان، این که دیگه ببینید بچه، اینا کوچکترین استخوان‌های بدن ما هستن. این استخوان کوچیکی که استخوان رکابی باشه فشار میاره به بخش حلزونی. داخل بخش حلزونی گفتیم گوش داخلی، این قسمت رو بهش میگن گوش داخلی که مهمترین بخش گوش هم هست. این انرژی مکانیکی صدا رو در واقع به پیام‌های الکتریکی و به پیام‌های عصبی پیچیده تبدیل میکنه. که گفتیم مایه داخل گوش که رو گیرنده‌های شنوایی حرکت. بله، گفته سلول‌های حسی که سلول‌های مویی که ما گفتیم گیرنده‌های شنوایی گیرنده‌های مویی هستن، اینا درجات مختلفی از حساسیت رو برای شناسایی صداها و فرکانس‌های مختلف دارن که باعث میشه گوش کل طیف صدا رو درک بکنه. همینا هستن که در واقع انرژی‌های صوتی رو تبدیل میکنن به پیام عصبی. Are responsible for high frequency. خب بله، این همون سلولای مویی که خدمت شما عرض کردم. اگر یه خورده این همون اتفاقیه که داخل گوش داخلی میفته بچه‌ها. بله، گیرنده های شنوایی که مویی هستن، نگاه بکنید، تحریک میشن این موها و همین گیرنده ها با تحریک همین قسمت پیام عصبی تولید میکنن و این پیام از طریق عصب شنوایی منتقل میشه به مغز بچه‌ها. نگاه بکنید، این عصب شنوایی، همون پرده گوش. بله، اتفاق داخل گوش داخلی. این گوش میانی بود، این گوش داخلی و قسمت بیرونی هم که میشه گوش خارجی. اینجوری بچه‌ها ما همه چی رو